همیشه جنگو باختن چون میخواستن خودشونو به بقیه ثابت کنن. هیچ وقت سعی نکنید خودتان را بر دیگری یا دیگران ثابت کنید، زیرا برای هیچ کسی، حتی عزیزان شما هم، مهم نیست شما چه کسی بودید و هستید و چه تفکری در سر دارید. و اگر هم جویای اینجور موضوعی شدن، به سوالی در دل خودشان مربوط است، نه شما. نیاز نیست وقتی را صرف بر این کنید که دیگری بهتر در مورد شما فکر کند. هیچ اهمیتی ندارد فردی که آنقدر در زندگی شما هم تاثیرگذار نیست فکر کند که چقدر فرد باحال یا سخت‌کوشی هستید. زیرا حتی اگر شما قصد خوبی از معرفی خود داشته باشید، میتواند به هر دلیلی بد در نظر گرفته شود. بهتر است همیشه در کنار سایه قرار بگیرید. علاقه به دیده شدن نداشته باشید، زیرا در منظر دید دیگران قرار گرفتن شما را از چشمهایی که به خصومت شما را مینگرند باز می‌دارد. در کنار دیگران به مسیر ادامه دهید. چه زیبا می شود که دیگران از مسیر شما جدا شوند، به هر دلیلی. ولی امان در پستو است. این گفته ها به معنای انتخاب ترس برای رهایی نیست، به معنای انتخاب سکوت است. سکوت کردن به معنای ترس نیست. تمرکز خود را روی زیر مجموعه های زندگی خود قرار دهید. دنیا را بازی در نظر بگیرید که با انجام فعالیت‌های مختلف به سطح شما اضافه می شود. این گونه جذاب‌تر است، نه؟ همسو با موج نظرات بقیه در مورد هر چیزی بروید و بیایید، ولی نگذارید روی شما تأثیری بگذارند. مانند موجی که از دریا جدا می شود، با صخره‌ها برخورد می کند و باز به دریا برمیگردد. مراقب باشید کنترل اعصاب خود را در این رفت و آمد از دست ندهید، زیرا اگر کنترل را از دست دهید مانند امواج هزار تکه می شوید. اکثرا می گویند از انسانهای سمی دوری کنید، ولی نمی شود برچسبی به خود بزنیم که از بقیه بخواهیم در خصوص شرایطی نزدیک ما نشوند. از یک طرف می توانیم خود را در آن سم غوطه‌ور کنیم، آن سم ما را فرا بگیرد و ما از آن با جان نیمه سالم به در رویم. این گونه آشنایی با آن داریم، آشنایی که ما را مقاوم می کند، بسیار مقاوم، و ما را به خنثی بودن می رساند. باید از ویژگی ذهن که توانایی حدس زدن همه چیز را دارد استفاده کنیم. باید آن را پرورش دهیم و به شکل درست، نه افراطی، از آن بهره ببریم. انسان هایی که به هر دری میزنند که بین دیگران خود را بکشند بالا را خیلی راحت میتوان شناخت. بسیار قابل صدمه دیدن و توی چشم هستند. از هر موضوع کوچکی استفاده میکنند تا سر بحث بیایند و ناز و کرشمه را آغاز کنند، ولی نمیدانند که وقتی درگیر این هستند که از موضوعهای مختلف برای دیده شدن استفاده کنند، در هر جمعی یک فرد در خفا میتواند بسیار ساده به حقیقت زندگی خود دست یابد و با خالق دنیا دیدار کند، به علم دست یابد و حقیقت‌های بسیار را به چشم ببیند. و این یکی از معجزه‌های تنهایی است. یادمان نرود تنهایی با این که معجزه‌های بزرگی دارد میتواند جهنم را هم با خود حمل کند. همه چیز در نهایت برمیگردد به ما. چه چیزی میخواهیم؟ جالب است بدانید شخصیت هایی که وابسته اند از لحاظ عاطفی به دیگران و انسان ها را مکمل هم میدانند بسیار میتوانند ضربه بخورند، و اگر روزی به اطراف خود نگاهی بیاندازند و کسی را نبینند، احساس پوچی درون آنها شروع به رشد میکند. ما انسان ها بمب های ساعتی هستیم که خود را مملو از زندگی می نامیم تا وقتی احساس رضایت کنیم همه چیز اطرافمان را درست می گردانیم. اما اگر احساس رضایت از دست رود، آنگاه انفجاری به وجود می آید که دیگر هیچ اهمیتی ندارد چند نفر یا چه چیزی را نابود می کنیم. پس هنگام قدم زدن با افراد آماده این انفجار هم باشید. اهمیت دادن دیگران مساوی است با از دست دادن وقت.
فرض کنید در شرایط بسیار سخت روحی هستید. ساده ترین راه این است که از کسی کمک بخواهید تا به شما کمک کند. از لحاظ عاطفی ارضا شویم و کم کم آن درد را ناپدید بدانیم. با در نظر گرفتن این موضوع که تبدیل به مهره آن فرد هم می شویم و ناپدید شدن به معنای نابودی آن درد نیست. و این نیز راه حل موضوع درد روحی ما بود. به جای خواستن از کسی برای ارضا کردن عواطفمان، می توانیم در تنهایی خود و در هنگام سوختن به دنبال راهی بگردیم تا دیگر مبتلا به آن نشویم. هر چقدر هم زمان ببرد، این یک پایان را رقم می زند و شما این گونه از احساس درماندگی جدا می شوید. دنبال اعتبار گرفتن از دیگر انسان ها نباشید. جمله را درست درک کنید. به این معناست که از عمد فعالیت هایی را انجام ندهید که جمع شما را تایید کند، زیرا همزاد پنداری با همه بسیار دردناک برای شما به پایان میرسد و یه حس درون شما همیشه شما را ترغیب به جلب نظر دیگران می کند. به جای آن می توانید لایف استایل، نوع زندگی خاصی و مخصوص خودتان را داشته باشید، زیرا که این گونه در راه پیشرفت حرکت می کنید و جذابیت این فعالیت احساس رضایت واقعی را درون شما به وجود می آورد که سر لوحه چیزهای بسیاری است. سعی نکنید به هر کسی اعتبار دهید. انجام این کار باعث می شود شما ناخودآگاه سعی نکنید به هر کسی اعتبار دهید. انجام این کار باعث می شود شما ناخودآگاه ارزش خود را بین بقیه پایین بیاورید. برای بقیه ارزش قائل باشید. به اندازه باشد شما را عزیز می کند، اما بیش از اندازه باعث می شود شما به نوعی پیش پا افتاده باشید و در درجه پایین تر قرار بگیرید و به چشم بیایید. حد و مرزی را حفظ کنید. این گونه از اعتبار خاصی برخوردار خواهید شد.